کنفرانس علمی عملی که تحت عنوان نور معرفت آینه پروژه تاریخ دانشگاه در تالار بنای دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов با اشتراک استادان و دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان نشریه‌های ولایتی، سابقه‌داران و دیگر دعوت شدگان برگزار گردید. اطراف نشریه دانشگاه مذکور که طی 60 سال این جانب فعالیت با مرام داشته در تربیت روزنامه‌نگاران جوان سهمی باسزا گذاشته است، گفتگو به عمل آورد. از ضمن سخنرانی رکتور دانشگاه اظهار داشت که روزنامه نوری معرفت همچون نشریه دانشگاه دولتی خوجند طی این سالها صدها نفر روزنامه‌نگاران ورزیده را به میدان فعالیت برآورده در رشد ژورنالیستیک تاجیک سهم ارزنده گذاشته است. این نشریه از سال 1965 با نام روزنامه مهارت پداگوژی از چاپ برآمده، سال 1992 با عنوان نوری معرفت فعالیتش را ادامه داده است. قید گردید که نوری معرفت برای دانشجویان بخش ژورنالیستیک و دیگر بخش‌های مربوط به زبان و سخنشناسی میدان تجربه آموزی و صیقل استعداد گردید. نوری معرفت دوام فعالیتش همچون مکتب روزنامه‌نگاری برای بسیار متخصصان واسطه‌های اخبار عامه از جمله مطبوعات و ادبیات راه درخشان ایجاد را باز نمود. بعدا نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و رئیس اتفاق ژورنالیستان جمهوری ضمن سخنرانی عاید به نقش روزنامه نوری معرفت در تربیت دانشجویان صاحب استعداد که کسب ژورنالیستیک را انتخاب کرده در این جاده قدم‌های نخستین استوار می‌گذارند ایستاده گذاشته. اظهار داشتند که در این روزنامه مقاله‌های علمی، تقریر و کتابیات عالمان و مورخان نامی به مانند عثمان جان غفورov، سید جان معروفی، سیدالله عبداللهیف، همدم آچیلوف و چند دیگران مورد چاپ قرار گرفته است. یعنی این روزنامه را قدمگاه بزرگان نیز میتوان نامید. یادآور میشیم که الحال روزنامه با تعداد 13000 عدد از چاپ برآمده تا به امروز 2370 شماره آن نشر گردیده است.